کشتی غرق شد. زن و شوهر توانستند به زورق نجات برسند، اما با تأسف زیاد در آن تنها یک جای بود. شوهر به زورق سوار شده زنش را گذاشت که در میانه اقیانوس بمیرد و پیش از به آب رفتن زن به همسرش آخرین سخنش را گفت. معلمه ادبیات همین طور درس اولین خود را در سال 9 خانش آغاز کرد. در اینجا حکایتش را قطع کرد. شما چی فکر دارید؟ پرسید معلمه از شاگردانی در روبرویش نشسته. زن چی گفت؟ بیشتری طالب علمان در حال پاسخ دادند. من تو را بد میبینم. چطور من کور بودم که طول این قدر سالها تو را نشناختم و به مانند همینها. تمام صنف و گونه به این سؤال معلمه ادبیات پاسخ می دادند، ولی تنها یک پسر تمام وقت خاموش می نشست. تو چی فکر داری؟ و زن چی گفت؟ نزد پسرک آمده پرسید معلمه. به فکر من او گفت که فرزندانمان را خوب نگاه کن. تو این حکایه را می دانی؟ حیران ماند معلمه. نه، تنها عیناً همین سخن را مادرم پیش از مرگ به پدرم گفته بود، جواب داد خواننده. معلمه به خاطر که اشک چشمانش را طالب علمان نبینند به جانب تاب خورد و سخنان پسر بچه را تصدیق کرد. اینک کشتی غرق شد. مرد به خانه رسید و دخترچه‌اش را تنها کلان کرد. پس از چندین سالها وقتی که پدر از دنیا گذشت، روز دختر اشیاهای خانه را جابجا می‌کرد و در این حال روزنامه قیدهای پدرش را یافت و در آن چنین نوشته را دید. وقتی که ما به سفر برآمدیم، او الکی تشخیص دهشتناک داشت و از عمرش خیلی کم مانده بود. خدایا زیاد می‌خواستم به جای او غرق شوم، اما به خاطر دخترم نمی‌توانستم. من فقط می‌توانستم او را در مابین اقیانوس گذارم و خودم را به نزد دخترچه خردسالم رسانم. تمام صنف خاموش ماند. از چشمان کودکان عیان بود که این حکایه آنها را سخت متاثر کرد و امروز بار اول درک کردند که برداشت اول می‌تواند فریبنده باشد. از این رو هیچگاه نباید به آدمان و عملهای آنها سطحی حکم کنیم، شاید درباره آنها معلومات کافی نداشته باشیم.